آزمون نوبتی شام دهات در دهه بهارستان جماعت دهات سه‌شنبه شهر ترسونزاده برگزار گردید. باید گفت که در این آزمون هنرمندان تابع جماعت دهات هنرهای خود را پیشکش ساکنان گردانده از طرف اعضای حکمان بهاگذاری کرده می شود. هنرمندان منطقه اعلان شدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی را غمخوری‌های نوبتی اساسگذار سال وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حق هنرمندان می‌حسابند. در این چهاربینی بسیار تیارگری خوب دیدیم. من حاضر دیده شدید طلبه‌هامون، کارگران، خانه‌شینان همه سرجمانه جمع شده همین بزم شام دهات را گذرانده شده است. در اینجا مادران، پدران همش اشتراک کرده شده است. من هنرمندا با دستگاهش آمدگی بسیار تیاری خوب دیدیم. در شهر ترسونزاده همه دهات به همین شام دهات گذاشته شده است که این از یکم تربیوی دارد، دوم هنرهای مردمی جوانان یاد میگیرند. همچنین در این چهاربینی فرهنگی تمام خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تابع دهات بهارستان شهر ترسونزاده نیز اشتراک نموده نورسان هنری خود را نمایش دادند. از ماه ینوری سال روان این جانب ما همراه هنرمندان دهه با آزمون چهاربینی‌ها بخشیده به اعلان شدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی که در شهر و جماعت و دهات برگزار می‌گردد اشتراک می‌نماییم. ما خیلی خرسند هستیم از این اقدام پیشگرفته سرور دولت، چون که ما توانستیم از نو هنرهای ملی خود را احیا سازیم و به نسل آینده نیز آموزانیم. در این نمایش ما شاهد آن گشتیم که در حقیقت زنان دهات به هنر نقش‌دوزی، چکندوزی و پختن خوراک‌های ملی ذوق بلند دارند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نمایش هنرهای مردمی را تماشا کرده به کار دستی هنرمندان محلی بهای بلند دادند. آزمون چهاربینی‌های گوناگون بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی در دیگر جماعت‌های شهرک و دهات شهر ترسونزاده ادامه دارد. گزارش خورشید حلیم و فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.